ممنون از اصحاب رسانه که امروز توی بازی کنار ما بودن. امیدوارم که یه فصل خیلی خوب رو کنار همدیگه داشته باشیم و نتایجی در خور شأن باشگاه داماش باشه که برامون رقم بخوره که هممون بتونیم با شادی به خونمون برگردیم. آقای درخشان در مورد بازی صحبت می‌فرمایید، بعد از اون اگه دوستان اگه سوالی داشته باشن در خدمتشون خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض کنم خدمت همه دوستان عزیزان که زحمت کشیدن تشریف آوردن. خب ما شرایطمون با همه تیم‌ها فرق میکنه به دلیل اینکه ما تیممون خیلی دیر جمع کردیم به دلیل مشکلاتی که داشتیم. خب فرصت آنچنانی نداشتیم که بتونیم مثل بقیه تیم‌ها که یه دو ماهی هست بعضی از تیم‌ها 12-13 تا بازی تدارکاتی کردن. ما در مجموع یه بازی تدارکاتی کردیم، اونم تو تهران با یه شرایط خیلی خاصه. من باید تشکر کنم اول از همه بازیکنان که واقعا امروز با تمام وجودشون بازی کردن، با توجه به اینکه ما فصل بدنسازیمون اصلا فصل خوبی نبوده چون فرصتی نداشتیم که بتونیم بدنسازی بکنیم. ما در مجموع فقط 2 هفته تونستیم کار کنیم، بعد توش یه وقفه افتاد که من 4-5 روز نبودم بنا به دلایلی، بعد دوباره برگشتم که بتونم به این بچه‌ها کمک بکنم. ما کار خیلی زیاد و سختی پیش رو داریم، خیلی باید کار کنیم، خیلی اشکالات داره تیممون و باید این اشکالات رو رفع کنیم. خب ما خودم خیلی دوست دارم فوتبال رو زمین بازی کنیم. امروز شرایط زمین اصلا برای ما خوب نبود. برای تیم لیگ یکی که توپو معمولا بلند بازی میکنه، ما اصطلاحاً میگیم لیگ یکی بازی کردن، یعنی بازی مستقیم. خب اون تیم الان 2 ماه اومده تو لیگ یک، همه بازیکنایی بوده که حفظ شده، اما من یه سری بازیکن جمع کردم که همشون از باشگاه‌های متفاوت اومدن تا افکارمو القا کنم به این بازیکن‌ها. خب یه مقدار زمان میبره. خب اون بازیکن هنوز نمیدونه خواسته من چیه و باید این خواسته رو تو مدت زمانی که باش کار میکنم بهش تحویل کنم که بتونه خواسته منو اجرا کنه. در مجموع ما امروز از بچه‌مون خیلی راضیم. فرصت‌های خوبی هم به دست آوردیم و فرصت‌هایی هم به تیم حریف دادیم. میتونستیم بازی رو به یه شکل دیگه تموم بکنیم، اما برای شروع من راضیم از بچه‌مون چون بازی اول سخت، تیمی که خب زیاد کار نکرده، زیاد برنامه تمرینی و تاکتیکیشو اجرا نکرده، مطمئناً نمیتونه ایدئال باشه. من خودم همه این عیبایی که الان امروز تو بازی داشتیم رو یادداشت کردم که انشالله بتونیم هفته به هفته بهتر بشیم. من این قول رو به شما میدم که هفته به هفته شما یه تیم بهتر و رو به جلو و با کیفیت بیشتری رو حتما شاهد خواهید شد. حسن آقای درخشان رفعتی هستم از برجسته. خواستم بدونم که تمام این بازیکنانی که جذب شدن با نظر مستقیم خودتون جذب شدن، چون دیدیم یه جیم بازیکن دیدیم از پرسپولیس و نمیدونم تیم‌های خارجی اومدن که واقعا نمیدونم شاید ما فوتبال نمیدیدیم اون تایم اینا تو پرسپولیس بازی میکردن، نمیشناختیمشون، جذب تیمتون شدن. سوال دوم اینه که خیلی تیمتون غیر بومیه، همونطور که می‌بینید تو رشت علاوه اسکان و نمیدونم ساختار نگهداری بازیکن خیلی در آینده براتون کار سخت‌تر خواهد شد. روی این قضیه نظرتون چیه؟ ببین خدمت شما عرض کنم الان تو فوتبال حرفه‌ای خود فکرمون رو تغییر می‌کنیم. یه خود عوض این که همش فکر می‌کنیم که باید بومی باشه، یه مقدار کار سخت داریم می‌کنیم. ما اگه بازیکن بومی خوب داشته باشیم که استقبال می‌کنیم، مثلا شک نکنیم که این کار رو خواهیم کرد. اما وقتی فوتبال حرفه‌ای میشه مثل تیم الهلال میره 10 تا بازیکن خارجی می‌خره، دیگه الان ما دنبال بومی کردن تیم واقعا نباشیم. ما دنبال بازیکن با کیفیت خوب باشیم که بتونه بیاد شرایطمون رو عوض بکنیم. دیگه تو فوتبال حرفه‌ای به نظر من ما یه خود جلوتر نگاه کنیم، یه خود جلوتر بریم، به نظرم خیلی فرق میکنه. ما تفاوتمون با لیگ برتر در صورت چند پله است، زیاد نیست. همونجا پول هزینه میشه، اینجا هم داره پول هزینه میشه. اونجا بازیکن حرفه‌ای میخرن، اینجا هم بازیکن حرفه‌ای میاد پول میگیره بازی میکنه. پس قاعدتاً ما به دنبال این باشیم که بازیکن با کیفیت رو استخدام بکنیم و بتونه به ما کمک بکنه. این بازیکنان هم تو حد اکثر زمان ما جمع کردیم. یادمون نره که ما
3 ماه وقت نداشتیم که دونه دونه بازیکن جمع کنیم، چون بازیکن‌های خوب رو همه جذب کرده بودن. به نظر من اینایی هم که ما گرفتیم دست کمی از اون بازیکن‌ها ندارن، اماش خیلی مهمه که باید به اینا زمان بدیم، باید با اینا کار کنیم تا اینا کیفیتشون رو ببریم بالاتر تا بتونن بهتر و با کیفیت‌تر بازی کنن. دوستان سوال دیگه هست؟ و حداقل میتونیم بگیم پایان جذابی نداشت تو اون برده‌ای که بود. اصلا من از فارغ از اون جریان میخوام سوالمو اینطوری از بپرسم، چی شد به این نتیجه رسیدید که این دوره با توجه به اینکه تجربه قبلی رو داشتید و میدونید شرایط کار کردن توی رشت با تمام شهرهای ایران فهم، چی شد که کلا نخواستید کسی از بومی‌های رشت تو کادر باشه؟ آیا به نظر شما ارتباطگیری بین هوادار و تیم و سایر استان مثلا خیلی حالا هیئت فوتبال هست، اداره ورزش هست، به هر حال یک شخصی که این وسط بود میتونست یک حالتی هندل کنه این موضوعات رو، چی شد اصلا کلا گذاشتید کنار؟ اگر گذاشتید کنار که هیچ، آیا اضافه خواهد شد یا نه اصلا کلا برنامه‌ای برای یک نفر کادر فنی از داخل رشت ندارید؟ ببینید ما خیلی کارا میتونیم بکنیم، هنوز کادرمون رو کامل نبستیم. امروز ما یه عزیزی به ما اضافه شد به عنوان بدنساز، آقای دکتر احمدی، که قبلا هم خدمت شما عرض کنم بود، تو داماش بود. امروز به ما افتخار داد که جزو کسی که توی این مملکت، تو این منطقه زندگی میکنه، توی این منطقه بوده، با سپیدود بوده، اون امروز به جمع ما اضافه شد. ما هنوز به واقع کادری رو نبستیم و بازه که بتونیم از داخلیا استفاده بکنیم. شما فقط این رو در نظر بگیرید که ما واقعا توی فورس ماژور بسیار بسیار بالای این تیم رو جمع کردیم. ببینید اصلا قرار نبود این اتفاق بیفته. چند شب پیش اتفاق این بود که باید انتقال پیدا می‌کردیم باشگاه، ما هم بلا تکلیف بودیم، هنوز نمیدونستیم چی باید بشه، ولی با توجه به اینکه خود آقای نعیم‌پور زحمت کشیدن، تلاش کردن که این تیم رو دوباره حفظ بکنه، در واقع ما ازش ممنونیم و تلاش میکنیم که انشالله هم از کسایی که واقعا میتونن به ما اینجا کمک بکنن استفاده بکنیم، هم شما هم باید یه خورده صبوری بکنید و به ما کمک بکنید که ما یه تیم بسیار خوبی رو درست بکنیم. مطمئن باشین، من به تجربه اینو میگه، فوتبال خیلی سریع جواب نمیده. فوتبال تو هفته‌ای شما نمیتونید ازش نتیجه بگیرید. من یه گریزی بذارم به یه جا، ما بالاتر از رئال مادرید که نیستیم، هستیم به نظر شما؟ از نظر سخت افزاری، از نظر امکانات، از نظر مربی و از نظر بازی، درسته؟ اون قهرمان لیگ قهرمانان شده، این که کسی نمیتونه منکرش باشه. اما 3 تا بازی اولش رو یه برد داشته، 2 تا مساوی. یعنی باید چی بگیم ما به رئال مادرید؟ بگیم آقا شما که تو کوران بدنسازی بودین، تو هماهنگی تیمتون بودین، بازی تدارکات کردین، الان آنجلوتی رو باید عوض کنم به نظر شما؟ نه. فوتبال میگه حوصله کنید، صبوری کنید، ما کار کنید، اشکالاتمون رو رفع کنید، هفته به هفته شما رشد رو ببینید. ما نمیتونیم در از یه هفته 2 هفته معجزه بکنیم کسی رو تغییر بدیم. چرا؟ من 22 تا بازیکن آوردم، هیچ کدومشون با افکار من آشنا نبودن که. هر کدوم با مربیای خاصی کار کردن و افکار اون مربی‌ها تو ذهنشون هست. اولین چیزی که من باید به اینا کمک بکنم اینه که از ذهنشون تمام چیزایی که مربیای قبلی گفتن پاک کنم و چیزای جدید بهشون بدم. این یه خورده زمان بره، این یه خورده حوصله میخواد که انشالله، من هیچ مربی این قولو نمیده، ولی من این قولو میدم که شما هفته به هفته بازی خیلی زیباتر و بهتری رو از تیم داماش خواهید دید. اصلا شک نکنید.